بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، ما رسیده بودیم بر قسم سوم، قلب بیمار. نوع سوم قلب است که هم دارای حیات است و هم از مرض و علت رنج میبرد. در درون آن دو نیرو وجود دارند، دو قوت وجود دارند که هر یکی آن را به سوی خود میکشانند. گاه آن و گاه این بر قلب او چیره میشوند، غالب میشوند. محبت، ایمان، اخلاص و توکل که صفات حیاتند در آن وجود دارند. اما در مقابل عشق، به پیروی از هوا و هوس و برتری دادن به آنها و تلاش برای به دست آوردنشان و همچنین حسادت و تکبر و خودپسندی و محبت برتری طلبی و ریاست که عامل هلاک و نابودی قلبند، در آن جای خود را خوش کردند. چنین قلب از سوی دو عامل در معرض ابتلا و آزمون قرار دارد. عامل یکم او را به ایمان و اطاعت از خداوند و کسب سعادت در آخرت فرا میخواند و عامل دیگری که او را به نافرمانی خداوند و شیفته شدن به متاع دنیوی و لذت‌های زودگذر دعوت میکند. در این میان قلب به آن ندای لبیک میگوید که آن را به خود نزدیکتر و مونستر می شمارد. قلب اول زنده، همان قلب زنده، ذاکر، هوشیار و لطیف است. قلب دوم مرده، غافل، جاهل و قسوت گرفته است، سختی گرفته است. قلب سوم بیمار و ناهنجار است، گاه به صحت و سلامت نزدیک می شود و گاه هم به سوی تباهی و بیماری روی می آورد. در آیه از قرآن به هر یک از این سه نوع قلب اشاره شده و خداوند متعال این سه قلب را در کنار هم قرار داده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقیم. سوره حج آیه 52 تا 54. ما پیش از تو هیچ رسول و نبی را نفرستاده ایم مگر اینکه هنگامی که کتاب خدا را برای مردم تلاوت کرده شیطان و شیطان صفتان در تلاوت او القای شک و تردید نموده، اما خداوند آنچه را که شیطان القا نموده بر اثر تلاش شبانه روزی پیامبران و پیروان راستین ایشان از میان برداشته است و سپس آیات خود را پایدار و استوار نموده، زیرا که خداوند آگاه و حکیم است. این وسوسه های شیطانی بدان خاطر است که خداوند می خواهد آنها را وسیله آزمایش کسانی سازد که در دلهایشان
بیماری است. همچنین وسیله آزمون کسانی بنماید که دل قسوت گرفته دارند و مسلماً ستمگاران با احکام خداوند عداوت عمیق و سختی دارند و اینکه عالمان بدانند آنچه پیامبران به مردم میگویند حق بوده و از جانب پروردگار است، پس باید بدان ایمان بیاورند تا دلهایشان به آن آرامش یابد و خاشع شود. یقینا خداوند مؤمنان را به راه راست هدایت می نماید. این بود ترجمه این آیه های کریمه. خداوند متعال در این آیه به 3 گونه قلب اشاره فرموده که 2 گونه آنها در معرض بیماری و تباهی قرار گرفته و سومی قلب است که موجب نجات و سعادت صاحب آن می شود. یکی از آن 2 نوع قلب مفتون و مبتلا یکی قلب است که از بیماری درونی رنج می برد و دیگر قلب است که قسوت آن را فرا گرفته است. قلب سوم و نجات یافته قلب انسانی اهل ایمان است که به سوی خداوند روی آورده و به حقانیت هدایت او یقین و اطمینان دارد و تسلیم و فرمانبرداری فرامین اوست، یعنی فرمانهای اوست. زیرا از قلب و دیگر اعضای ظاهری و باطنی انسان انتظار می رود که سالم و تندرست باشند و از هیچ نوع بلا و بیماری رنج نبرند تا بتوانند به آنچه که برای آن آفریده شدند عمل کنند. خارج شدن قلب از حالت صحت و استقامت یا به خاطر قسوت، یعنی همون سختی قلب و عدم قیام به مسئولیت های است که برای آن آفریده شده، مانند دست و پای فلج، زبان لال، چشم نابینا، یا به خاطر بیماری و آفت درونی است که مانع از قیام قلب به ادای آن اعمال به صورت صحیح می باشد. به همین علت است که قلب ها به 3 گونه تقسیم شدند: قلب صحیح و سالم که میان او و قبول حق، عشق و محبت و برتری دادن آن بر دیگر امور، تنها عدم شناخت و معرفت آنها قرار دارد. اما پس از درک و معرفت درست حق و حقیقت به آن گردن می نهد و در مورد معرفت حقیقت و التزام و تبعیت از آن مشکل ندارد. اما قلبی که قسوت و سختی آن را فرا گرفته و دچار مرگ معنوی شده بسیار حق ناپذیر است و به آن گردن نمی نهد. قلب بیمار هم اگر مغلوب بیماری خیش بشود اندک اندک به جانب قسوت و مرگ می رود و اگر صحت و سلامتی آن بیشتر گردد به سوی خیر و سعادت بیشتر متمایل می شود. شیطان را به قلب سالم راه نیست. شبهه های را که شیطان در گوش ها زمزمه می کند و شک و شبهه های را که در دل ها می اندازد زمینه ساز فتنه و فساد آن 2 نوع از قلب ها، یعنی قلب بیمار قسوت گرفته می شود. اما آن شک و شبهه افکنی ها برای قلب سالم موجب شکوفایی، پویایی و هوشیاری بیشتر می شود، زیرا آنها را مردود می داند و ناپسند و ناروایشان می شمارد و در می یابد که حق و حقیقت در نقطه مقابل آنها قرار دارند. به همین علت به سوی حق تمایل پیدا می کند و آرامش خود را در آگاهی و التزام به آنها می داند و با بطلان القاءات شیطانی بیشتر پی می برد و ایمان و محبتش به حق و دوری و کینه‌اش از باطل افزونتر می شود. اما قلب‌های بیمار و مبتلا همچنان در معرض شک و تردیدهای القا شده از جانب شیطان قرار دارند، ولی قلب‌های سالم و تندرست به هیچ وجه تحت تأثیر
القاءات شیطانی قرار نمیگیرند. بعد از این بخش دوم میآید نشانه های سلامت و یا بیماری قلب که با شما در درس های آینده میخوانیم ان شاء الله.